أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 50 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 51 را از این کتاب تعلیم زبان عربی تقدیم شما برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الحادی والخمسون، یعنی درس 51. درس 51 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید با تمام نازکی هایشان حفظ کرده شوند. اولا بعد از حفظ کردن حوار و گفتگوی این درس خوانده شود. صاحب کتاب این کلمه های نو را چنین می آورد، می گوید که یوم الجمعتی، یعنی روز جمعه. یوم الجمعتی، روز جمعه. یوم مضاف است، الجمعتی مضاف الیه است. پس یوم الجمعتی، کلمه الجمعه در زبان عربی جایز است حرف میم را میم را ضمه بتیم، چطوری که نوشتگی است بگیم جمعتی، یعنی روز جمعه. و همچنین جایز است که بگوییم که جمعه با ساکن کردن حرف میم، این طورم جایز است الجمعه، یعنی روز جمعه. و همچنین جایز است که بگوییم جمعه، حرف میم را فتح دادن، به این طریق که الجمعه، یعنی روز جمعه. پس هر سه اینها ترجمهش می شود جمعه، یعنی روز جمعه، روزی که بعد از روز پنجشنبه در یک هفته می آید، اون رو می گویند جمعه، جمعه، جمعه. بعد از این می گوید صلاة الجمعتی، یعنی نماز جمعه. صلاة مضاف است، الجمعتی مضاف الیه. بعد از این میگه صلی الجمعه، صلی الجمعه، یعنی گذاشت نماز جمعه را. صلی فعل ماضی، فاعلش ضمیر مستتر تقدیره هو، الجمعه مفعول به صلی است، یعنی گذاشت نماز جمعه را. بعد از این میگه جماعتون، جماعتون یعنی گروه. جماعت یعنی گروه، میگن جماعت الرجالی، یعنی گروه مردها. و همچنین جماعت می شود که نماز جماعت باشد، چطوری که صاحب کتاب خودش آورده است که صلاة الجمعتی، یعنی نماز، صلاة الجماعتی، یعنی نماز جماعت. صلاة الجماعتی یعنی نماز جماعت که از 2 نفر زیاد خوانده می شود، یعنی که از 2 نفر نماز جماعت شروع می شود. پس 2 نفر که باشد، یک تاش پیش می دراید، یک تاش از پشت اون اقتدا می کند. آن همین نمازی که 2 کس یک جا خواندن نامش نماز جماعت است. و از این بالا 3 کس و 5 کس و 1000 کس و میلیون کس، چی قدری که باشد، و اون را میگویند نماز جماعت. صلاة مضاف است و الجماعتی مضاف الیه است. بعد از این میگه صلی مع الجماعتی، یعنی گذاشت همراه جماعت. صلی خواندن نماز، گذاشتن نماز، گذاشت نماز را با جماعت. صلی فعل ماضی است، فاعلش ضمیر مستتر تقدیره هو، مع این ظرف است و مع مضاف است و الجماعتی مضاف الیه است.
مع ظرف که هست از این حساب آخرش فتحه دارد. بعد از این صلا فعل است و فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو است، مفعول بهیش محذوف است. یعنی صلا الصلاة، صلا الصلاة مع الجماعتی، گذاشت نماز را. در ترجمه ببینید مفعول بهی را ذکر میکنیم، گذاشت نماز را با جماعت. بعد از این میگوید صلا بالناس، گذاشت با مردم، گذاشت نماز را با مردم. صلا فعل ماضی، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو، مفعول بهش همچنین محذوف است. الصلاة بالناس جار و مجرور متعلق به صلا هست. صلا بالناس، گذاشت نماز را با مردم. بعد از این میگه رتب، رتب یعنی منظم ساخت، با ترتیب گردانید، با ترتیب گذاشتن رو میگوین رتب. رتب یعنی منظم ساخت و یکمرد در زمان گذشته. این فعل ماضی است. فعل مضارعش میشود یرتبو، یعنی به ترتیب میگذارد و یکمرد در زمان آینده. و مصدرش میشود ترتیبا، ترتیبا یعنی منظم ساختن، با ترتیب گردانیدن. و فعل امرش میشود رتب، یعنی با ترتیب بگذار، منظم بساز. رتب یرتب ترتیبا از باب هشتم از 22 باب صرفی، از باب هشتم است، از باب فرح یفرح تفریحا. پس میگیم رتب یرتب ترتیبا، از باب هشتم و از سیوم باب ثلاثی، از دویم باب ثلاثی المزید است. بعد از این میگوید امامون، امامون یعنی امام، کسی که در نماز پیش می‌دراید و قوم از پشت اون اقتدا میکند. امامون امام. بعد از این میگوید ائمتون جمع امام، امامها، پیشدراها. ائمتون یعنی امامها، پیشدراها. بعد از این میگوید فراشون، فراشون پس با فارسی و تاجیکی هم چی میگیم؟ فراش یعنی راه رو، خانه را رفت و تازه میکردگی شخص. فراشون، فراش جمعش بشود فراشونه. حرف ر را ببینید که شده دارد. اگر حرف ر شده نداشته باشد فراشون بگوییم پس شپلک میشود فراشون. اما فراشون با تشدید حرف ر پس این میشود فراش، فراش یعنی روبنده، رو بگیم تازه کننده. فراشون این جمع مذکر سالم است، یعنی روبنده ها. بعد از این میگوید مؤذنون، مؤذنون یعنی اذان گوینده. مؤذن اسم فاعل هست از فعل اذن یؤذن. اذن یعنی که اذان گفت، یؤذن یعنی اذان میگوید. مؤذن اذان گوینده اسم فاعل هست، از باب هشتم هست. فعل یفعل، اذن یؤذن. بعد از این میگوید مؤذنون یعنی جمع مذکر سالم. مؤذنون یعنی اذانگوی ها، مؤذنون یعنی اذانگوی ها. بعد از این میگوید میکنستون، میکنستون جارب. میکنستون اصلا اسم آلت است، از فعل کنس یکنوسو گرفته شدگی است. کنس یکنوسو، کنس رفت، یکنوسو میروید. پس میکنستون آلت رفتن، آلتی که با آن میروی. پس ما در بدان و در صرف میر خوانده بودیم که اسم آلت 3 وزن دارد: مفعلتون، مفعلون، مفعالون. پس این میکنستون بر وزن مفعلتون هست
با کسر میم رو کسره میکنیم، یعنی میکنستون و اسمی آلت است. میکنستون، پس ما و شما میگیم جاروب، یعنی آلت رفتن. پس جاروب چی است؟ آلت است که با اون میرویی. و همچنین میتونیم میکنستون را بگوییم که آلت هایی که امروز برآمدگی است برای رفتن، چنگ کشک، پلیساس، اینها را هم گفتنشان ممکن است. میکنستون. بعد از این میگوید مکانیسو. مکانیسو این جمع صیغه منتهی الجموع هست، غیر منصرف است، از این حساب تنوین را قبول نکرده است، یعنی جاروب ها، آلت های روبنده. پس میکنستون هر آن چیزی که با آن رفته می شود، هر چیزی که باشد، چی جاروب باشد، چی پلیساس، چنگکشک باشد، چی هر چیزی که میروی اون را میکنستون گفته می شود. بعد از این میگه شفاطة الغباری. شفاطة الغباری یعنی چنگکشک. شفاطک میکشیدگی، غبار چنگ. شفاطة الغباری چنگکشک. پس میتونیم بگیم پلیساس. پلیساس همون چنگکشک. شفاطة الغباری. بعد از این شفاطة الغباری مضاف و مضاف الیه هست. شفاطة مضاف، الغباری مضاف الیه. بعد از این میگه جامعون. جامعون یعنی مسجد. جامع مسجد رو میگویند. مسجد جامع، مسجدی که در آن نماز جمعه خوانده می شود. بعد از این میگه جوامع یعنی جامع ها، مسجد های جامع یا مسجد ها. این همچنین غیر منصرف است، صیغه منتهی الجموع است، از این حساب تنوین رو قبول نمی کند. بعدش میگه تم. تم یعنی پره شد یا تمام شد. تم تمام شد. پس میگوید که یتیمو، این یا دلالت میکند که از باب یفعلو است. تم یتیمو. یتیمو یعنی تمام میشود. تمامون تمام شدن. تمامون پس عربی بوده است، تمام شدن. مصدر تم یتیمو. پس تم یتیمو از باب ضرب یضربو است و مضاعف هست. تم در اصل تمامه بود به مثل ضرب. یتیمو به مثل یتمیمو بود به مثل یضربو. از باب ضرب یضربو است و مضاعف هست. از دویم باب ثلاثی مجرد است، یعنی از 22 باب صرفی از باب دویم هست. بعد از این میگه تمت الصلاة یعنی تمام شد نماز. تمام شد یا پره شد نماز. تمام شد نماز، به آخر رسید نماز. تمه فعل ماضی است. این تایی که میبینید کسره دارد، کسرهش کسره عارضی است، به خاطر التقای ساکنین کسرهش دادیم. این تا اصلا ساکن است. تمت تای مؤنث ساکنه است. و الصلاة فاعل تمت است. الصلاة که علامت تانیث دارد، از این حساب تمه فعل ماضی را مؤنث آورده است. تمت الصلاة فعل و فاعل هست. بعد از این میگوید کنسه. کنسه یعنی که رفت. کنسه رفت. رفت و چین کردن، تازه کردن. کنسه رفت. و فعل مضارعش میشود یکنسو، از باب یفعلو هست. این واو دلالت میکند که از باب یفعلو هست، یعنی یکنسو. یکنسو میروید، مصدرش میشود کنسون یعنی که رفتن. کنسون یعنی رفتن. پس کنس یکنسو از باب نصر ینصرو، از یکم باب ثلاث مجرد و همچنین یکم بابی از 22 بابی صرفی است. کنس یکنسو به مثل نصر ینصرو است. بعد از این میگوید حضر. حضر یعنی حاضر شد و یک مرد در زمان گذشته فعل ماضی است. و همچنین میتونیم بگیم اشتراک کرد یا حضور پیدا کرد. و فعل مضارعش میشود یحضرو، از باب یفعلو است. یحضرو فعل مضارعش یفعلو میشود. یحضرو یعنی حاضر میشود، اشتراک میکند، حضور پیدا میکند.
پس مصدرش می شود حضورون، یعنی اشتراک کردن، حاضر شدن و حضور پیدا کردن. پس حضر یحضرو از باب نصر ینصرو است، از یکم باب است، به مثل کنس یکنسو. بعد از این میگوید حضر الصلاة، حضر الصلاة یعنی اشتراک کرد در نماز، اشتراک کرد نماز را، اما در را همراه میکنیم تا اینکه پره شود ترجمهش به زبان تاجیکی. حضر الصلاة یعنی که اشتراک کرد در نماز یا حضور پیدا کرد در نماز. پس حضر فعل ماضی است، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو است، الصلاة مفعول به حضر است، از این حساب منصوب است. پس در ترجمه میتونیم بگوییم که حاضر کرد نماز را، بهتر و خوبترش بگوییم حضور کرد یا حاضر شد در نماز. بعدش میگوید حضر الدرس، حضر الدرس همچنین اشتراک کرد در درس یا اشتراک کرد درس را، مفعول به. حضر فعل ماضی، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو، الدرس مفعول به حضر. حضر الدرس یعنی اشتراک کرد و یک مرد در درس. بعدش میگوید قد، این قد حرف، این قد حرف است، برای تحقیق است، برای تحقیق. اگر در فعل مضارع بدراید به معنای تحقیق است، یعنی در حقیقت، و اگر در فعل ماضی بدراید به معنای گاه ها است ترجمهش. اگر مثلا قد یذهبو یعنی که گاه ها می رود، قد یذهبو گاه ها می رود. پس اگر که در فعل ماضی بدراید به مثل قد ذهب یعنی در حقیقت رفت، این تحقیق است، یقین، یعنی که رفتن حاصل شد، رفتن به وقوع پیوست، یعنی که آدم در حقیقت رفته است. یعنی قد یذهبو یعنی شاید که می رود، حالا نرفته است، یعنی که واقع شدگی نیست، شاید که می رود. پس این قد اگر در فعل ماضی بدراید به معنای تحقیق است، به درستی، به تحقیق. میتونیم بگیم واقعا قد ذهب یعنی واقعا رفت، قد ذهب یعنی به تحقیق رفت، قد ذهب یعنی به درستی رفت، یعنی رفتن واقع شد. اما در فعل مضارع بدارد به معنای گاه ها ترجمه میکنیم، یا میشود شاید ترجمهش بکنیم. قد یذهبو یعنی گاه ها می رود، یا میتونیم بگیم که شاید می رود. بعد از این میگه قد جاء یعنی که به درستی که آمد، در حقیقت آمد، واقعا آمد. پس این هست کلمه های نوی درس 51 از کتاب تعلیم زبان عربی. پس بگذاریم به حوار و گفتگوی درس 51. صاحب کتاب میگوید قال عمر لأبیه، یعنی گفت عمر برای پدرش. قال عمر لأبیه یعنی که گفت عمر برای پدرش. پس قال فعل ماضی است، عمر فاعل قال است، عمر فاعل قال است، عمر غیر منصرف است، از این حساب تنوین را قبول نکرده است. لأبیه جار و مجرور. بعد از این میگوید یا ابی خذنی معک، یا ابی خذنی معک یعنی ای پدرم بگیر من را همراهت. یا ابی ای پدرم، خذنی معک بگیر من را همراهت، ببر من را می شود بگوییم خذنی یعنی ببر من را، معک همراهت، یا بگیر من را همراهت. خذنی معک الی الجامع یعنی بگیر من را همراهت به سوی مسجد، ببر من را همراهت به سوی مسجد، مسجد جامع. بعدش میگوید
پس در اینجا اعرابهاش آشکار و واضح است. خذنی فعل و فاعل و مفعول به. این یایی که میبینید این یا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به است. فعل این نونه که میبینید این نون وقایه است و خذنی خذ فعل امر است، فاعلش ضمیر متصل تقدیر انت است و این یا در محل نصب مفعول به است. پس اینها را اعراب هایش دیگر برای ما و شما واضح و روشن است. اینجا هم همچنین خذنی به مثل همین هست. بعدش میگوید انا احب ان اصلی فی الجامع. انا قد کبرت و تعلمت ان اصلی. میگوید که من دوست میدارم که بگذارم نماز را در مسجد. من در حقیقت بزرگ شدم و تعلیم گرفتم این که نماز بگذارم و تعلیم گرفتم نماز گذاشتن را. اکنون انا احب من دوست می‌دارم، ان اصلیه به تعویل مصدر مفعول به احب است، فی الجامع در مسجد جامع. انا قد کبرت من در حقیقت بزرگ شدم، قد در حقیقت واقعا بزرگ شدم. و تعلمت تعلیم گرفتم ان اصلیه این که بگذارم نماز را. ان اصلیه به تعویل مصدر مفعول به تعلمت است. تعلیم گرفتم من نماز گذاشتن را. پس ترجمهش رو به این طریق بکنیم بهتر است، یعنی مصدر ترجمه بکنیم. تعلیم گرفتم نماز گذاشتن را. بعدش میگوید قال والد عمر گفت پدر عمر. قال والد عمر گفت پدر عمر. عمر مضاف الیه هست، والدو فاعل و مضاف، عمر مضاف الیه هست، غیر منصرف است. از این حساب کسره را قبول نکرد و فتحه دادندش. بعدش میگوید انا مسرور بک یا ولدی. انا انت کبرت ارا و احب ان تصلی مع الجماعة في الجامع تعالى معي. الجامع غير بعيد نصلي الجمعة. ببینید میگوید که انا مسرور بک، یعنی من خرسند هستم با تو، به سبب تو. من خرسند هستم به وجود تو یا به سبب تو. یا ولدی ای فرزندم. انت کبرت تو بزرگ شدی، تو کلان شدی. ارا میبینم، میفهمم یا میدانم. و احب ان تصلی و دوست میدارم که بگذاری تو مع الجماعتی، یعنی با جماعت، نماز رو با جماعت بگذاری. فی الجامع در مسجد جامع. تعال معی یعنی بیا همراه من. الجامع غیر بعید یعنی مسجد جامع دور نیست، غیر بعید یعنی دور نیست. نصلی الجمعه میگذاریم نماز جمعه را. پس انا مسرور، انا مبتدا مسرور خبر، بیک یا ولدی ای فرزندم. انت کبرت یعنی تو بزرگ شدی. انت مبتدا، کبرت فعل و فاعل در محل رفع خبری مبتدا. ارا میگه میبینم این را. ارا فعل ماضیش فاعلش ضمیر مستتر تقدیره انا. ارا انا. ارا در اصل چی بود؟ ارایا بود. ارایا ارایا. ارا یوری. این ارا فعل مضارع است، فعل ماضی نیست، فعل مضارع است. ارا یعنی که من میبینم. ارا در اصل ارایو بود. ارایو. رأا یرا. رأا دید و یک مرد، فعل موضوعش میشه و رأا دید و یک مرد. یرا میبیند و یک مرد. پس ارا میبینم من. ارا میبینم من. پس این ارا در اصل چی است؟ ارا در اصل ایو است. ایو. دقت دادید؟ و مثل چی است؟ و مثل امنعو افتحو. و مثل امنعو افتحو.
دقت دادید؟ اکنون در اینجا اعلال به وجود آمد، این کلمه ارا شد. چیکارش کردن؟ اولا آخرش دمه حرف یا، حرکت برای حرف یا ثقیل است، پس حرکت حرف یا را برداشتیم، حرکتش را گرفتیم، شد ارای، ارای شد، ارای. پس یا را حرکتش را، معذرت میخوام، الف را حرکتش را ارا، الف حرکت را گرفتیم در حرف ر دادیم، شد ارا، این همزه ساکن، این همزه ساکن شد ارا. دقت دادید؟ التقاء ساکنین. پس ما یا را حذف، الف را حذف کردیم، شد ارای. این یا را قبلا پیشتر ما قلب الفش کردیم، پس ارا شد، زیرا که یای متحرک ارایو بود، یای متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف کردیم، شد ارا، ارا شد. اولا ارا شد، یعنی طریقش بار دیگر ذکر میکنم. پس اینجا به این طریق بود، ارایو، یا حرکت دارد، پیش یا فتحه که هست، قاعده خوندگی هستیم ما، یا متحرک ما قبل مفتوح را قلب الف میکنیم، پس این یا را ما قلب الفش کردیم، اما با این طریقش می نویسیم. دیدید؟ ارآ، ارآ میخونیمش، ارآ، اصل این طریق است. پس حمزه را حرکتش را گرفتیم و حمزه ساکن شد و حرکت حمزه را در حرف ر دادیم، حرکت حمزه را در حرف ر دادیم، پس شد ارا، ارا التقاء ساکنین شد، ارا التقاء ساکنین بین حمزه و این الف، اینجا التقاء ساکنین شد، پس حمزه را حذف کردیم، شد ارا. دقت دادید؟ به این طریق اعلال شدگی است. ارا یعنی میبینم من، فعل مضارع است، این به مثل افتحو است، یعنی میکشویم من در زمان آینده، ارا میبینم من در آینده. یا حالا، زیرا که فعل مضارع دو زمان رو در بر میگیرد، حالا ارا یعنی حالا من میبینم تو کلان شدی. بعدش میگه و احب ان تصلی، یعنی من دوست میدارم که بگذاری تو نماز را. دقت دادید؟ اريد ان تصلی، پس ان تصلی به تعبیر مصدر مفعول به احب است. میگه دوست میدارم ان تصلی، یعنی دوست میدارم نماز گذاشتن تو را، مع الجماعتی یعنی با جماعت، فی الجامع در مسجد جامع. بعدش میگه تعال معی، تعال معی، میتونیم بگیم تعال معی، اما در حالت وقف میگیم تعال معی. اصل چی است؟ تعال معی یعنی بیا همراه من، تعال بیا فعل امر، معی، معی همراه من. الجامع غیر بعید، الجامع مبتدا غیر بعید خبر، غیر خبر، غیر مضاف، بعید مضاف الیه. الجامع غیر بعید یعنی نما مسجد جامع دور نیست. نصلی الجمعه، نصلی الجمعه، پس میگیم نصلی الجمعه، لام رو در لام پیوست میکنیم، نصلی الجمعه یعنی میگذاریم نماز جمعه را. پس این هست این عباره. بعدش میگه که الیوم یوم الجمعه، امروز روز جمعه هست. الیوم یوم الجمعه، امروز روز جمعه هست. الیوم یذهب الرجال جمیعا الى الجامع لصلاة الجمعه، یعنی که امروز میروند مردها یک جا به سوی مسجد برای نماز جمعه. الیوم ظرف، یذهبو فعل مضارع، رجال فاعلش، جمیعا حال رجال است، حال است. امروز میروند مردها در حال بودنشون یک جا، الى الجامع لصلاة الجمعه، به سوی مسجد جمعه خانه برای نماز جمعه. بعدش میگه خرج عمر مع والده،
و وصل الى الجامع، یعنی که برآمد عمر همراه پدرش و رسید به جامع و رسید به مسجد جمعه خانی. بهتر خوبتر میشید میگیم وصلا، وصلاش میگفتن به این طریق بهتر بود. وصلا یعنی رسیدن هر دویشون. خرج عمر مع والده، یعنی برآمد عمر همراه پدرش و وصلا و رسیدن هر دویشون، یعنی هم عمر هم پدرش الى الجامعی. اما اینجا در وصله کرده است رسید و، یعنی که عمر رسید عمر الى الجامعی به مسجد جمعه خانی. پس اگر که وصله بگیم فاعلش رو ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به عمر. اگر وصلا بگوییم یعنی که با الف بگوییم وصلا، در این صورت این الف در الف مثنی فاعل وصلا می شود، در محل رفع فاعل می شود. بعدش میگوید فی الجامع ناس کثیر، یعنی که در مسجد جمعه خانی مردم زیاد است، مردم زیاد است. فی الجامع ناس مبتدا، کثیر صفت ناس، فی الجامع اکنون خبر مبتدا مقدم، ناس مبتدا مؤخر. بعدش میگوید فیه رجال کبار و اولاد صغار و فیه بعض النساء ایضا قد جلسن فی زاویه المسجد. میگوید که فیه یعنی در وی، در مسجد جامع، رجال کبار مردهای بزرگ است، زیرا که فیه جار مجرور متعلق به کائنون خبر مقدم، رجال مبتدا مؤخر، کبارون صفت رجال. پس ما گفته بودیم که در مبتدا و خبر است رو همراه میکنیم. پس میگیم که در داخل وی، یعنی در داخل مسجد جمعه خانی مردهای بزرگ است، مردهای کلانسال است. و اولاد صغار و جوان پسرانی یا که فرزندان خرد هستند، پسران خرد هستند. اولاد عطف تجای رجال است و واو عاطفه است. و فرزندان خرد هستند یا پسران خرد هستند. و فیه بعض النساء و در وی بعضی از زنها است، ایضا همچنین. و در وی یعنی در داخل مسجد جمعه خانی بعضی زنها است نیز. در این جمع فیه خبر مقدم، متعلقش خبر مقدم، بعض مبتدای مؤخر، بعض مضاف، نسائی مضاف الیه. ایضا مفعول مطلق برای فعل محذوف، آدا یعید ایضا. بعدش میگه قد جلسنا، در حقیقت نشستن، واقعا نشستن. جلس نه نشستن، ویها این نون ضمیر است برمیگرده به نساء، ضمیر جمع مؤنث است. نشستن زنها فی زاویه المسجد، یعنی در یک طرف مسجد، در یک کنج مسجد. بعدش میگوید رأى عمر بن جاره طارقا فسلم علیه و جلس جنبه. میگوید رأى دید عمر ابن جاره فرزند همسایه اش را، طارقا همون فرزند همسایه‌اش کی بود؟ طارق. فسلم علیه پس سلام داد بر وی یعنی بر طارق. و جلس جنبه و نشست در پهلوی طارق. جنبه پهلوی وی یعنی که طارق. اکنون میگوید که رأى در اصل چی است؟ رأیه است. رأیه یا متحرک مؤخر مفتوح قلب الف کردیم شد رأى، شد رأى دید. فاعلش عمرو، ابن مفعول به رأى هست. ابن مضاف، جاری مضاف الیه، جاری مضاف، الها ضمیر متصل مبنی علی الکسر فی محل جر مضاف الیه. طارقا این رو میتونیم بگیم عطف بیان از ابن، این عطف است، عطف بیانش میگن، عطف بیان. یا میتونیم بدلش هم بگوییم، و چطوری که در کتاب الاجرومیه خونده بودیم، کتاب الاجرومیه بدلش میگن، اما کتاب‌های بالاتر این را عطف بیان میگن. طارقا منصوب است زیرا اینکه عطف بیان برای ابن است یا بدل از ابن است. ابن را بدید منصوب است، از این حساب طارقا منصوب شد. فسلم پس سلام داد، فاعلش ضمیر متقدر هو برمیگردد به عمر
یعنی سلام داد عمر علیه بر وی، یعنی که بر طارق. هی ضمیر برمیگرده به طارق ابن جارج را برمیگردد. و جلس جنبه و نشست در پهلوی وی. جلس فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرده به عمر. جنبه ظرف است، هو این مضاف الیه هست، این هو همچنین برمیگرده به طارق، نشست در پهلوی طارق. بعد از این میگه صلى طارق و عمر الجمعه. صلى طارق و عمر الجمعه، یعنی گذاشت طارق و عمر نماز جمعه را. خواندن طارق و عمر نماز جمعه را. واو عاطفه است. طارقون فاعل صلى، عمر عطف در جای طارق، جمعه مفعول به صلى. بعدش میگه فلما تمت الصلاة رجع عمر الى بيته مسرورا ليخبر امه بما فعل فقال لها انا ذهبت الى الجامع يا امي وصليت الجمعة فيه مع الجماعة وقد حضر الجماعة ناس كثير. میگه که فلما تمت الصلاة، لما گفتیم بعدش اگر فعل ماضی بیاید به معنای وقت می شود، به معنای حین می شود، ظرف است. فلما پس وقتی که، زمانی که، تمت الصلاة تمام شد نماز، به آخر رسید نماز، پره شد نماز. رجع عمر بازگشت عمر الى بیته به سوی خانه اش، مسرورا بسیار خرسند، لیخبر امه تا اینکه خبر بدهد مادرش را، بما فعل به آن کاری که انجام داده بود. فقال لها پس گفت برای مادرش، لها برمیگرده به گفت برای مادرش انا ذهبت الى الجامع، من رفتم به سوی مسجد جامع، یا امی ای مادرم، و صلیت الجمعه فیه و خواندم نماز جمعه را در وی، مع الجماعت همراه جماعت، و قد حضر الجماعت ناس کثیر و در حقیقت واقعا حاضر شدند یا اشتراک کردند در جماعت مردم بسیار، آدم‌های بسیار. اکنون لما در اینجا لمای ظرفی است به معنای حین، زیرا که بعدش فعل ماضی آمده است. تم فعل ماضی، الصلاة فاعل تمت، این ت تانیث است. رجع فعل ماضی عمر فاعل رجع الى بیته به سوی خانه اش. مسرورا به خاطر چی منصوب است؟ مسرورا به خاطر آن منصوب است که حال از عمر هست. رجع عمر الى بیته مسرورا، یعنی بازگشت عمر به سوی خانه اش مسرورا در حالی که بسیار خرسند بود، یعنی در حال خرسندی بازگشت به سوی خانه اش. لیخبر فعل مضارع است، اصل یخبیرو بود، اصل اینجا در چی بود؟ ضمه بود، یخبیرو. پس یخبیرو چرا فتحه شد؟ میگیم یخبره به خاطر آنه که لام در اینجا لام تعلیل است. بعد لام تعلیل در اینجا یک ان محذوف است، اصلش به این طریق است. در اینجا یک ان محذوف است، اصلش به این طریق است که میگویم لی ان به این طریق است، لئن یخبره، اما این ان را عربا حذفش کردن، جایز است در اینجا حذف کردنش. پس میگیم لیخبره، اصل لئن یخبره است. این فعل مضارع منصوب است به همون ان که محذوف است. این لام چه است؟ لام تعلیل است. یعنی که بازگشت عمر به سوی خانهش در حال بودنش خرسند، لیخبره. اکنون بیان میکنن که برای چی؟ میگه لیخبره تا اینکه خبر بدهد امه مادرش را، بما فعل
آن کار را که انجام داد. بی در اینجا اگر بی را ما حرف تعدیه بگیریم پس ترجمهش نمیکنیم، میگیم که تا اینکه خبر بدهد مادرش را آنچه را که انجام داد، فقال له، پس گفت برای وی. یخبره فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر تقدیره هو برمیگردد به عمر، بعدش میگوید امه مفعول به یخبره است. بیر اگر حرفی تعدیه بگیریم مای موصوله در محل نصب مفعول به دوم یخبره می شود. مفعول به دوم یخبره می شود. فعل جمله فعلی صله ما می شود. فقال فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر هو لها، اینها برمیگردد به یعنی گفت برای مادرش. انا ذهبت الى الجامع، یعنی من رفتم به سوی مسجد جمعه خانی. انا ذهبت الى الجامع یعنی من رفتم به سوی مسجد جمعه خانی. یا امی میگد ای مادرم. اکنون انا ذهبت، انا مبتدا، ذهبت جمله فعلی خبری انا، ذهبت فعل فاعل الى الجامع، یا امی الى الجامع جار مجرور، یا امی حرف ندا و منادا. و صلیت الجمعه یعنی گذاشتم نماز جمعه را فیه مع الجماعتی، در همون مسجد همراه جماعت. و قد حضر الجماعه ناس کثیر، یعنی در حقیقت حضور پیدا کردن در جماعت مردم زیاده، در جماعت مردم زیاده میگد حضور پیدا کردند. بعد از این میگوید وقد حضر، در حقیقت واقعا حضر فعل ماضی، الجماعت مفعول به مقدم، ناس این فاعل حضر مؤخر، کثیرون صفتی ناس می شود. مردم چطور مردم بسیار. بعدش میگه للجامع امام و مؤذن و فراش. للجامع یعنی مسجد دارد، للجامع مسجد دارد، چی دارد؟ امام دارد، پیشدرا دارد. و مؤذن و اذانگویک دارد، مؤذن دارد. و فراشون و روبوچین کن دارد، روبنده دارد، فراش دارد مسجد. دیدید؟ للجامع جار و مجرور متعلق به خبر، امامون مبتدا، خبر مقدم، امامون مبتدا مؤخر. این دیگر عطف تجوی امامون است، واوهای عاطفه هستند. بعدش میگه که الامام یصلی بالناس والمؤذن یدعو الناس الى الصلاة في اوقاتها والفراش يكنس المسجد ويرتبه بالمكنسة وبشفاطة الغبار. خب میگه که الامام یصلی بالناس یعنی امام میگذارد نماز را با مردم، یعنی وظیفه های که اینها را بیان کرده است که امام وظیفه‌اش همین است که نماز را میخواند با مردم. و المؤذن مؤذن باشد، وظیفه‌اش همین است که یدعو الناس یعنی که دعوت میکند، فریاد میکند مردم را الی الصلوات و سوی نمازها، فی اوقاتها در وقتهای نماز. و الفراش اما فراش باشد، روبوچین کن باشد، وظیفه‌اش همین است که یکنس المسجد میروید، روبوچین میکند مسجد را، و یرتبه و منظم میسازد، به ترتیب میگذارد، یعنی که صفها را راست میکند و به ترتیب میگذارد مسجد را. بالمکنستی با جاروب، بالمکنستی با جاروب یا که با چنگکشک، با آلت رفتن. و بشفاطة الغبار و با شفاطة الغبار یعنی که با چنگکشک، با پلیساس. الامام مبتدا، یصلی جمله فعلی خبری، الامام خبری مبتدا، بالناس جار و مجرور، یصلی فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرد به امام. و المؤذن مبتدا، یدعو جمله فعلی خبر در محل رفع خبر المؤذن، یدعو را فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرد به مؤذن. الناس مفعول به یدعو هست، مفعول به یدعو است. الى الصلوات فی اوقاتها جار و مجرور، فی اوقاتها همچنین جار و مجرور مضاف و مضاف الیه. و الفراش همچنین فراش مبتدا، یکنس
میروید جمله فعلی خبر الفراشو، یکنسو را فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگرده به فراش. المسجد مفعول به یکنسو است. واو در اینجا واو عاطفه است، عطف میکنه جمله یرتبو رو، فعل یرتبو رو به یکنسو عطف به اینجا میکند. پس یرتبه فعل و فاعل مفعول به است. یرتبو یعنی منظم میسازد، فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگرده به فراش. هو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول به است. این هو برمیگرده به مسجد. یرتب المسجد یعنی به ترتیب میگذارد مسجد را. بالمکنست جار و مجرور و بشفاطة الغبار، همچنین واو عاطفه بشفاطة الغبار جار و مجرور، شفاطة مضاف، الغبار مضاف الیه. بعدش میگه بعد هذا ان شاء الله اصلي كل جمعة فی الجامع كالرجال الكبار. میگه بعد از این، بعد هذا بعد از این، ان شاء الله اگر الله بخواهد، اصلی کل جمعه میگذارم همه جمعه ها را، فی الجامع در مسجد جامع، كالرجال الكبار به مثل مردان بزرگ، مردان بزرگ. بعد هذا بعد ظرف است، هذا این مضاف الی در محل جر مضاف الیه است. بعد هذا بعد از این یعنی بعد از امروز، ان شاء الله اگر الله بخواهد، اصلی میگذارم میخوانم من، اصلی یعنی میگذارم یا میخوانم من، کل الجمعاتی همه جمعه رو. اصلی فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر هو، اصلی فاعلش ضمیر مستتر انا، اصلی انا یعنی من میگذارم، کل مفعول به، کل مضاف، جمعاتی مضاف الیه. فی الجامع جار و مجرور، كالرجال کاف همچنین حرفی جر هست برای تشبیه هست، به مثلی ترجمه می شود، به مثل مردان بزرگ. كالرجال رجالی اسم مجرور، کباری صفتی الرجال می شود. كالرجال الکباری به مثل مردان بزرگ. پس این هست درس 51 از کتاب تعلیم زبان عربی و در اینجا این درس را به پایان میرسانم تا درس آینده. یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.